بازارهایی که باز هستن و درشون معاملات با حجم بالا داره انجام میشه، از جمله بازارهای آسیایی، توکیو و هنگ کنگ کماکان در حال کاهش است. قبل از اینکه پیش بریم، نوادا الان رفت برای هیلاری کلینتون، عددها رو میبینید، 215 خانم کلینتون و ترامپ کماکان 244. منتظر هستیم که یکی دو ایالت کلیدی روشن بشه. معذرت میخوام. نه خواهش میکنم. این اتفاقا مهمه، چون همین است که تعیین میکنه که من اینجا عددهایی که میبینم قرمز باشه یا سبز، شاخص پایین بره یا بالا. برای من بازارهای آسیایی که الان درشون معاملات انجام میشه با همون آهنگ تقریبا بین 3 تا 5% شاخص کلشون در حال سقوط. بازارهای شاخص آتی بازارهای آمریکایی، یعنی در واقع مثلا S&P و داو، اونا هم بین دوباره 3 تا 5% در حال سقوط هست، در حال کاهش هست. تنها در واقع چیزی که اینجا شما رنگ سبز می‌بینید طلاست، به خاطر اینکه طلا به عنوان همیشه به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن در روزهای بحرانی سرمایه‌گذاری مطمئنه. من سرمایه‌گذاران الان 4% بالا میره. این در واقع روندی که داریم می‌بینیم خیلی شبیه فردای اون روزی است که بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه اروپا داد. اگر اون اتفاق نیفتاده بود، الان این آمارهایی که ما می‌بینیم میشه گفت مثلا بدترینه در 6 سال، بدترینه در 7 سال، ولی اتفاقا چون اتفاق بریتانیا افتاد، الان ما باید فقط با اون 3-4 ماه پیش مقایسه کنیم، وگرنه این اعداد، مثلا قیمتی که الان طلا داره بهش میرسه 1324 دلار به ازای هر اونس، یه قیمتی است که فکر کنم مدت طولانی است، شاید 1-2 سالی است که ندیدیم. نفت داره میاد پایین به خاطر که یه مقدار نگرانی هست از اینکه با این اوضاعی که بازارها دارن رشد اقتصادی کشورها چقدر خواهد بود و چقدر نیاز به تقاضا برای انرژی خواهند داشت. یه چیز دیگه هم بهتون بگم اینه که بازارهای اروپا خب هنوز باز نشده. یک معامله‌گر، یک تحلیلگر بازار رو داشتم من باهاش چت می‌کردم، میگفت که وقتی بازارهای اروپا باز شه حمام خون خواهد بود. به این معنی که تمام تابلوها قرمز خواهد بود، به این معنی که در حال سقوط خواهند بود.